بینندگان عزیز، طوری که میبینیم اینجا مکان برگزاری اولین مسابقه با نفوذ گوشتینگیری که در پنجکند دایر میگردد و ما اینجا نوکک گروه ایجادی ما رسید و الان آمادگی را یک گروه مکمله که برای اشتراک در مراسم افتتاح بود انجام دادند. در حقیقت دستاندرکاران کاتب گنرالی فدراسیون بین المللی گوشتینگیری و فدراسیون گوشتینگیری تاجیکستان عبدالله سعید خوجاєв گروه مکمل ما هم نوکک به اینجا پیوست و سرمربی منتخب گوشتینگیری تاجیکستان هم خورشید عبیداللهیف، باز حلیم نبیزاده دیرکتور اجرایی فدراسیون گوشتینگیری، رهبر داوران فدراسیون گوشتینگیری جمهوری تاجیکستان سمندری محمدی، سرمربی منتخب جوانان تاجیکستان بهادر حلیموف و چند از نفران دیگر را اینجا پیدا کرده توانستیم و دلشاد بکزاده علی بک حضورشان با پنجکند خیر مقدم. باوری داریم که امروز هم در حقیقت تعداد آن خودی ورزشگران و افرادی که با پنجکند آمدن خیلی زیادند و نوکک مراسم افتتاح را اینجا هم آمادگیش را یک بار دیگر منظور و توجه کردم. باوری داریم که ما شاهد رقابت‌های جالب و جذاب و تاریخی که در پنجکند بار اول از خواهیم شد، چون که فضا خیلی فضای متنتن و ایدانه هم هست. فرصت پیدا کردیم که از دلشاد بک زاده علی بک فهمیم. سلام علیکم. سلام علیکم. چگونه است آمادگی؟ خیلی که میبینید در میدان ورزشگاه شهر پنجکند آمادگی در سطح بلند قرار دارد. میدان این حال آماده است. ما آمادگی خود رو برای باز برکشی ورزشگران است که کوشش میکنیم که مسابقه را در سطح بلند برگزار کنیم. این فرصت ها آخرین لحظه های آمادگی هم و اینجا یک نقطه مشخص برای وسایط اخباری عامه، باز هم نقطه های دیگر جهت عملی سازی همان نقشه هایی که در پنجکند باید عملی گردد و مخصوصا مطلبی که امروز میبینیم حکومت ولایت سوخت، فدراسیون بین المللی گوشتینگیری، فدراسیون گوشتینگیری تاجیکستان، کمیته کار با جوانان، دستاندرکارانی که توجه کردن خیلی هم علاقه سطح و صفت این چاره‌بینی امید است که شایسته و والا هم خواهد بود. در وضع امیدواری هایی که ما بیشتر داریم قایم شکرانوف رو پیدا کردیم که بسیار هم طبعی بالیده داشتم. با پنجکند باری اول اومدید؟ خوش آمدید. چی حال دارید؟ خیلی خوب. چی را انتظاریم از رقابت هایی که پگاه برگزار میشن؟ ان شاء الله پگاه مهنت میکنیم و سزاوار اینجا اول میگردیم و پرچم ایزمون رو بالا میبریم. درباره رقیبانتان معلومات دارید که از ازبکستان و از دیگر کشورها هستند؟ بله آنها خیلی پرقوتن و ما هم کار میکنیم که با آنها غلبه بیاریم. آمادگی چه خیل؟ آمادگی خیلی خوب است. سلامت باشید. نوروز مبارک باشد. صبرینه بانو هم بسیار زحمتی ارزنده داشتند. با پنجکند که آمدیم باری اول این رویداد رو ما اکنون استقبال میگیریم. چی نظر دارید؟ اولش همه مهمانان خوش آمدید به شهر باستانی پنجکند که شهر ما بسیار یک شهر قدیم است و چقدر که خودتان هم قید کردید ما بار اول شاهد چنین مسابقه بین المللی شده ایستاده‌ایم و با هیئت گروه کاری فدراسیون گوشتین تاجیکستان ما طول چند روز است که در ورزشگاه مرکزی تیاری ایستاده‌ایم و باوری دارم که در سطح بلند مسابقه ما برگزار می‌گردد. تشکر. پنجکند گوشتینگیری این مفهوم ها خیلی هم بر زبان کم تکرار می شدن و ما باوری داریم که لحظاتی که هست تاریخی خواهد بود و فرصت هایی که پیدا می گردن برای کلی آن مخلصان و هواداران بیشتر باز پسند خواهد آمد. کوروش خسرویار، السلام علیکم. دیرکتور تکنیکی فدراسیون بین المللی گوشتینگیری، زحمتتان هم خیلی شایسته است. چی گفتنی ها دارید؟ ان شاء الله در یک فضای دانه خوب، یک مسابقه خوب و با کیفیت ان شاء الله شاهد است. تشکر. عبدالله، خلاصه مشخصه که جهت سفربری و در مجموع خاتمه اندیشه های شما؟ با همه پهلوانان اشتراکچی که از بیرون از جمهوری و پهلوانان جمهوری تاجیکستان با همه بردباری ها خونیم. سلامت باشید. تشکر. نوروزی همه مبارک باشد. این فضای جالب و زیبا را باز هم پگاه مخلصان و تعداد متصدیان و جمعیان هایی که موظفم باز هم پرشیده تر، جالب تر، رنگین تر و باز هم ایدانه خواهند کرد.